يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت تمامی دوستان خوبم. امروز میخوام برای شما مراحل نماز جمعه رو توضیح بدم. دوستان خوبم، نماز جمعه یک نماز دو رکعتی هستش که در روز جمعه برگزار میشه و به کسی که نماز جمعه رو برای مردم میخواند امام جمعه میگویند. خداوند مهربان همه مؤمنان را در روز جمعه به نماز جمعه دعوت می کند. این نماز وحدت و با هم بودن مسلمانان را نشان می دهد و همچنین در این نماز ما آگاهی از مسائل روز سیاسی و اجتماعی به دست می آوریم و در اول